السلام علیکم برادر عزیز، خوش اومدید. علیکم السلام. اینجا سلامتون از رحمان. هشتگ کورگ زردالوی خشک یا زردالو پاک. اینو میدونید در افغانستان چی میگن؟ دره به دره غرمم ببره. اینجا کی برای نمیخوای نگاه اومده. این کوفه از نوبی جنوبی اولی. از نابجا تشکر فراوان. خب وقتا این حلوا از افغانستان میاد. ای مزار شریف نه. محصولات وطنی افغانی. آیا میدونستید که نام شهر دوشنبه از یک بازار محلی گرفته شده؟ قبل از اینکه دوشنبه به پایتخت تاجیکستان تبدیل شود، اینجا تنها یک بازار کوچک بود. بازار محلی که هر دوشنبه برگزار میشد. به همین دلیل این محل به مرور زمان به نام دوشنبه شناخته شد. یعنی جایی که در آن روز دوشنبه بازار برگزار میشد. همان بازار محلی در دل دشت‌های تاجیکستان با گذشت سالها به شهر بزرگ تبدیل شد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسما به عنوان پایتخت کشور مستقل تاجیکستان انتخاب شد. امروز در ادامه سفر تنهاییم از سویدن تا چین به بازار میرگان آمدیم. بازار نوساز و مدرن در شهر دوشنبه که حال جای بازار قدیمی را گرفته و به یکی از شلوغ‌ترین و بزرگترین مراکز خرید شهر تبدیل شده است. بازار میرگان یکی از بازارهای نسبتاً جدید و مدرن شهر دوشنبه است که به عنوان جایگزین بازار قدیمی در سال 2014 میلادی افتتاح شد. میرگان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز خرید شهر با معماری ترکیبی از سبک سنتی و مدرن جایگاه ویژه‌ای در میان مردم دارد. این بازار 3 طبقه دارد و در آن میتوان همه چیز از میوه و سبزیجات تازه گرفته تا گوشت، خشکبار، لباس، وسایل برقی، شیرینی‌های سنتی و حتی صنایع دستی تاجیکی را پیدا کرد. فضای داخلی بازار بسیار منظم طراحی شده و گنبدها و ستون‌های زیبای آن محیط دلنشین و فرنگی را برای خریداران فراهم می‌سازد. میرگان تنها یک بازار خرید نیست، بلکه محلی برای آشنایی با زندگی روزمره مردم تاجیکستان و تعامل با فروشندگانی است که از مناطق مختلف کشور به اینجا آمدند. در گفتگو با آنان میتوان اطلاعات جالب درباره غذاهای سنتی، محصولات محلی و فرهنگ مهمان نواز مردم تاجیکستان به دست آورد. خب دوستای عزیز، این بازار که از 3 منزل است. منزل اولش است میوه خشک است، میوه تازه است، نان است و دیگر چیزهای روزمره به کار میشه. اینا به فروش میرسونن و میریم منزل اول ابتدا میگردیم و بعدا منزل دوم سوم هم هست. اونجا که چی است من فعلا نمیدونم، اما اون را خود رفتیم از نزدیک دیدیم و ابتدا که داخل شدیم دست راست ما هست میوه تازه دیده میشه و دست چپ ما همچنان میوه خشک و چای و دیگر چیزا. میریم میره گشته و با دوستا صحبت میکنیم. همینجا معلوم میشه چای ترکی به نام چای ترکی میشناسیمش، چون که اکثر دو طرفا به نام چای ترکی میگن. میریم بسیار زیبا معلوم میشه. داخل ازش از این برادر خود با این برادرم صحبت میشه. السلام علیکم. خوب هستین؟ صحت خوب؟ شما خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ رحمان. میشه ابتدا خود معرفی کنین؟ من سوداگری چای معروف جان. بسیار خوب. درباره از چای‌ها اگر برای ما نشان بدی و بگی چه خیل چای‌ها دارین؟ چای کبود و شفران، سمارودینا، روزه، شپولنیک حقیقتش. اگر لطف کردم و کلمه‌های روسیش به فارسی تاجیکی بگی که من بفهمم خوب میشه. نه روسی گردانم. روسی نه، تاجیکی فارسی. خب گفتی غیر از چای سبز دیگه چی داره؟ شپاونی فکر کنم تارانی میگیم ما اورا. یک گل صدبرگ. گل صدبرگ. ها. شپولنیک چی میشه با؟ فکر کنم اورا خوچ.
یک چیزی هست که با کسلی دواست نه اما این خونی غفصه تنوم میکنن. خب خون قوس تنوک ابلی پیخه انگیت. ابری پیخ این برای میده. برای معده خوب است و این چای از کجا میاد؟ تاجیکستان در افکاش از تاجیکستان خودی چای سیلان خب از چین است از خطای است از خطای. از خطای غیر از خطای دیگر کدام جای چای میاد؟ اینجا همه جا هم. این ها خطای. این ویتنام. این یاپونیا. ژاپن او لونگ تاجیکستان گلای تاجیکستان. گلای تاجیکستان امی که ژاپن گفتی لونگدینگ است چی است؟ به نام چی است؟ سنچا. سنچا همون خیلی ما استفاده میکنم یک نام دیگه داره ژاپن بسیار خوشمزه است. خب درباره نرخ ها اگر بگوییم امی کم از کم ارزان ترینش چنده و قیمت ترین چند است از چای ها؟ نرخ هر خیلی ارزانش کیلو 30 سومونی از این بالا. 30 سومون 50 سومون 100 سومون. خب تا 100 سومون هم است. و این خریدار یا مشتری ها که اکثر میآیند اکثر مشتری ما این از فرانسه از روسیه همه دولت ها. خب همه دولت ها هستند. غیر از طبعا از تاجیکستان هم که هستند نه؟ تاجیکستان ای خود ما هستند کن. از خود ما یا تاجیکای ما هستند و از اینکه یک جاذبه توریستی و در پهلوی از یک بازار بسیار معروف است توریست ها اکثر اینجا میان و توریست ها هم خریدار مشتری شما هستند. یک ارتباط به بعضی کشورها من میشنوم و میبینم مثلا نام نگیریم از کشورها خوب نیست با توریستا با میمونا یک ذره نرخ فرق میکنه. از شما چطور است اینجا؟ عین ما تاجیک با همون نرخ با توریستا هم همین نرخ. خب همه یک نرخ است. درست. تشکر زیاد. خوشحال شدم از معرفی شما. زنده باشین. و دیگه اینجا دست چپ دور خوردیم دوستا ادامه داره در پلوی چای میوه خشک دیده میشه. اون بخش میوه خشک آمدیم میریم اینجا میگردیم همراه دیگر دوستا هم صحبت میشیم. السلام علیکم برادر عزیز خوش اومدین. علیکم السلام. سلامتی شکر شما خوب هستین؟ ساعتون خوب؟ شما خوبه؟ خوش اومدید به تاجیکستان. خوش باشین زنده باشین. میشه ابتدا خود معرفی کنی خودت بر ما؟ من عبدالجلیل هستم فروشنده بزرگ مهرگان. بسیار خوب خوشحال شدم. خودت بسیار از مدیر دیدم بسیار خندان و خوشحال معلوم میشدی. اما دوستا ببینم تو پسند نشان صبح برادرای ما هستی آخه. رحمت تشکر. خیلی وقت شما گم کردین اینو پیدا کردین دوستان ما. خوش اومدین. تشکر زنده باشین. ما هم بسیار خوشحال میشیم شما را میبینیم. کربلان باشه برادر. خودت میوه خشک داری اکثر اینجا. بله. میشه دی باره بر ما بگی میوه خشک از کدام دولت ها میایه اینجا در تاجیکستان؟ اینجا 70% خود وطنی هست 30% از خارج میاد. ای ترکیه میاد، ای خیتای میاد، ای روسیه میاد. بسیار خوب. از ترکیه، از چین و روسیه میایه. بله. از افغانستان چطور یگان چیز میایه اینجا؟ از افغانستان حاضر نیامده است که آینده در دو نمود دانگو گفت زدن باید مایزای سبز بیاد و انا باید جلغوزی میگن چی میگن جلغوزه جلغوزه افغانستان بسیار معروف است. اكو میاد گفت زدگین ان شاء الله روزای نزدیک بیاد. بسیار خوب. خب در ارتباط با نرخ ها اگر بگوییم نرخ ها چه خیلی است؟ طور مثال پستر بگوییم یک کیلویش یا بادام کیلوش چند میفته؟ اکو جدا هست پیستون هست کیلوهاشون 100 سومون یا 120 سومون است یا 130 سومون بادام همچنین. ولی زای صفت شده صفت خوب باشه نرخ در همه جا بالا میشه صفت خوب. ولی زحمت زیاد طلب میکنن. طبعا همونطور است. و در ارتباط با نرخ داخلی و خارجی بگیم فرقش چی است؟ میوگی داخلی بلندتر است نرخش یا خارجی؟ خارجی البته. این سبب از این است که من در ازبکستان رفتم اونجا بادام طور مثال امریکایی بسیار ارزانتر از بادام خود ازبکستان بود. من گفتم اینجا او خیلی نیست؟ نه همین خیلی است. بادام امریکایی ارزان و طعم خوب نداره دوستو. طعمش اینجا کاتگوری بار نمیشه. وقتی که نرخ ارزان شد دارو بسیار میزنن اوکی. با فراوان میشه بسیار میشه. لیکن طعم نداره. یکی طعم نداره یکی طبیعی نیست طبعا و مفاد هم نداره. چه طبیعیه؟ از شما طبیعی است. همش طبیعی است. من مایزه طبیعی است. همش طبیعی است. خیلی خوشمزه. یگان چیز امتحان کنیم چی است ببینیم طعمش. این مویز است. مویز سویاگی میگن اینا. سویاگی؟ سویا خشک شدگی. و بله. رنگش این رنگش سیاه میباشه از خود سیاه بله. از ابتدا. بله. سیاه. برای باشد بادام است. و
بادام کجاست؟ نه بادام تاجیکی است. تاجیکی؟ از کجا تاجیکستان هستی؟ شهر توز. شهر توز؟ بله. بادام شهر توز است. شهر توز. بچه است در اینجا. خوشمزه است. این ماشین زردالوی خشک است. و برای قلب خیلی خوب است. برای قلب ها؟ چشم بیا باش. فکر گیره چشم. بگیره دعوت کن. این برای قلب خوب است. این زردالوی تاجیکی است. خب خوشمزه آمد. این ماشین خربوزه. خربوزه خوش. زیاد میشه دیگه ما زیاد مفتخور میشیم که جان زیاد خورد. بگیره. رحمت. اوه رحمت. دوستان عزیز ببینین. این هست میهمان نوازی تاجیکای ما در تاجیکستان. واقعا هر جا میریم بخیر. حالا شما اینطوری میکنین باز ما رفتن نمیتونیم پس از تاجیکستان مجبور بمونیم همین. هر وقت میخواید اومدن گیره. رحمت تشکر زیاد زنده باشین. شما چای بچشیم بسیار خوشمزه است. این ایجامون. رحمت تشکر. و امی زردالویش بسیار خوشمزه بود. زردالو خوب است. خوبه. زردالو خودی وطنی است. وطنی است؟ بله بله. لطف میکنی 1 کیلو از امو برای من بیتی از امو زردالو. نه. دوستای خربوزه خشکشان که بسیار خوشمزه است واقعا. درون از این چیز داخلش چیزی هست؟ بله مویز دارد، چهارمغز دارد. چی دارد؟ عسل دارد. آها عسل و همه چیز داخلش است. بسیار خوشمزه واقعا. این برای کسی صدفه دهقم دو. نه او ممکن نیست دیگه. ممکن ما در فراوان نه او خیلی که باشه نمیبرم این. نه ما در فراوان ما در بسیار نه. ببینین بسیار جای همینطور شده یا نه ما اینجا میخوایم پول پرداخت کنم لطفا. خیر از ما فایده نگیرید. به پول خو من نمیبرم. 50 سنت میشه. ارزان خو نگفتی پول کم نگیری. هیچ نمیکنم. رحمت کلام بفرمایید. دوستان عزیز ببینین هر جایی که میریم واقعا شرمنده میهمان نوازی وطندارای ما میشیم. هم زبان ما. تشکر زیاد. بسیار زیاد خوشحال شدیم. برادر عزیز. بله. یگان چیزی شما را بخیر بزنید. خیر به میهمانداری نمیمانین شما هر جایی میریم. خیر را بخیر بزنید میدان. رحمت. تشکر فراوان از چای، از تحفه، از گپ زدن، از مصاحبه، از همه چیز. بسیار خوشحال شدم. خوش آمدید. امید سربلند باشه. همچنین. امیدوارم که بار اول و آخر نیست با میبینید. ان شاء الله حتما. زنده باشید. خداحافظ. همینطور گردش ادامه میتیم. هیبر هم دیده میشه که است میوه های خشک است. اینجا یک خواهر است هم صحبت میشه امروز اینا. السلام علیکم خواهر جان خوب هستین؟ و علیکم السلام. ناز رحمت شما چطور؟ تشکر من هم خوب هستم. میشه ابتدا خود شناس کنین معرفی کنین؟ نامی من مدینه سوداگری بازار مهرگان هستم. بسیار خوب. میبینیم میوه خشک شما به فروش میرسانین. بله. سودا میکنین. بله. چی میوه هست؟ طبق معمول میبینیم؟ همه محصولات های فروشی من 80% محصولات وطنی خود ما میباشد. خب محصولات وطنی خودتان. باز ایره شما وطنی از کدام شرکت خریداری میکنین یا خودتان هم دارین باغ و حتی هست که من خودم استحصال میکنم، تیار میکنم. بسیار خوب. مثلا چی را؟ مثلا همین چیز دیده؟ نه این نامش زردالو، خشتک، کورگه. چند نام دارد؟ خشته. بله خشتک، کورگه. خشتک، کورگه، زردالوی خشک یا زردالوی پاک. و یک چیز بسیار جالب است ایره میدونید در افغانستان چی میگن؟ نه نمیدونم. هم قسم از میره شما خشته گفتیم ما کشته میگیم. کشته کشته بسیار جالب. میره گفتی خودت استحصال میکنی یا تیار میکنی؟ ایشا محصول مهنت خودم. اینه انجیر. بسیار خوب انجیر قاق کردگی. و دیدین شما کجای را قاق میکنید؟ خانه گفتی خانه دوشنبه است یا جای دیگه؟ همینجا در دوشنبه ده. در دوشنبه باز باغای زردالو چیزا هم پیدا میشه؟ اینا دیدین انجیر. اینا محصول مهنت خودم. اینه خودم از رشته گذراندگیه. اینه انجیر است. انجیر سیاه یا سفید؟ سرخ. سرخ. این سرخ است.
انا این انجیری زرد است. انجیر باز اگر نرخ‌های از ایره بگیم یک امی انجیر که تار کردین یک دانش یک تارش بگیم ایره چی میگن یک تاره چی میگن همل یک هملش چند است 10 سومونی است. 10 سومانی بله. یعنی $1 دیگه تقریبا 10 سومانی و انجیر چه خیل انا ایش 5 سومونی و نه 2 دانش 10 سومونی است. 2 دانش 10 سومانی بله. خب نرخاست و دیگه اینجا ببینیم یک چیز دیگر ما نقل میگیم فکر کنم شما قند بادام میگین قند بادام هست بله دیدم قند بادام بس از کجاست هم در تاجیکستان استفاده میشه قند بادام بله تاجیکستان خود ما استفاده میکنن دوشنبه بسیار خوب و اینجا ما یک چیز دیگه جالب بود نیره چی میگین نیره شما یعنی جالب بود برام چی هست کدام این حلوا از افغانستان میاد ای مزار شریف اینه محصولات وطنی افغانی خب حلوا پزی حاجی لال محمد نمبرها همه نوشتگیه اینه این حلوای افغانستان مزار شریف بسیار خوب اینا خیر یک تعداد چیز از اونجا هم میآید باز خیلی بامزه است خب نرخش شخصا برای من خیلی پسند است معقول بامزه با لذت بسیار خوب خوشحال هستم که خودت معقول است پسند است بله و نرخ از چند است اینجا در تاجیکستان در تاجیکستان همین دو دانش 40 سومونی یک دانش 20 سومونی 20 سومونی یعنی $2 دیگه $2 میشه $2 جالب این که در افغانستان چند است من نمیدانم ما دوستایی که میدانم نمیدونم کمترک ممکن کم باشه ممکن بسیار خوب برای که محصولات وطنی خودتون ارزان است البته که ارزان است دیگه کدام چیز دیگه جالب داشته باشه نشان بدین نه با حلواهای تاجیکی وطنی خود ما خو یا تاجیکستان من میبینم درون از خیلی بالازت است خرما هم انداختین خرما چهارمغز گردو میگین اسمو همون چهارمغز میگیم ما ایرانی ها گردو میگن این لهجه ایران اینجا تمامی محصولات دانگی ها هستن بسیار با این نرخ ازی چند است نرخ این 1 کیلوش 60 سومونی 1 کیلو قیمت نیست نه و این پاکتایش نیم کیلو هست این پاکتش بله نیم کیلو با کمتر زیادتر هم هست کمتر از زیادتر از کیلو میشه خب بسیار خوب باز دیگه ببینیم که نه این بادام است یا مغزی بادام بله یک چیز دیگه من متوجه شدم بادام ها را اکثر شما بریان میکنین با پوست دلیلش چی است برای اینکه بامزه است خریدار نسبت به بادامی بریان کرده زیادتر است طلبات زیاد است خب طلب یعنی تقاضا بیشتر از طلب زیاد است طلبات زیاد است برای بادامی بریان کرده شده باز من همینجا چی بادامی که دارم همش بریان کرده شدن من دیدم بعد با محصولی دستی خودم من قطعی دخترم تیار میکنم اینه چی هست میشه دی برابر ما بگید شربت است نامش شربت ترکیب این تمامی نمودی دانگی ها را داره تمامی نمود مثلا اینه 4 مغزی کدو کشیو دیده ایسه مویز پیستا بادام انا عرخیس انا با چی همه چی هسته هم چی دانگی هسته همشه چی میکنیم دبا باز امرا میکنیم یک جا گت میکنین یا ارلش میکنین یا همراه میکنین بسیار خوب و ایره باز چی خیلی خورده میشه چرا ایره همه خیلی میگیری میخوری قطع چای میخوری البته قطع چای گرم بسیار خوش میگذرد اینا سلافنش هوی میکنی اینا میچشی مزه شد آذر نه بعدا ممکن بچشیم من میخواستم بخوام ایره چی خیلی شما میسازین طرزی تیار کردن بله راست دیگه پاگون گوین این مخفی است خب باشه خیر ما بیشتر نمیپرسیم که راز شما افشا نشه پس ای نزدیک شروع گیره و ایره چند گفتی نرخشه 1 کیلوش 100 سومونی یک دانش چند است یک دانش 15 سوم میشه خب این که استحصال خود شماست اما میخوایم از زمین یک نگفتم که با اصل هم داردیم اصل هم دارد بله اصل هم دارد بسیار خوب یک تا میشه لطف کنین به ما بتین از زمین قدر میشه یک دانش وزنش میشه بر ما یکی بتین یک دانه بر ما بتین میگیرم رحمت حاضر کمده هاش کردی رحمت کلام یک سامان ولی
یک سامان ما دوشنبه سیتی در شوخی داره. رحمت کلان اپا جان زنده باشه. تمام دیگه هیچی. السلام علیکم خواهر. و علیکم سلام. چه شما خوبین؟ سلامتی خوبن؟ تشکر. شما خوب هستین؟ شکرانه خداوند. شما خوبین؟ تینجین؟ رحمت. تشکر. زنده باشین. میشه ابتدا خود شناس کنین؟ من قیاس و کبریاخانیتیمون اصلا فروش بازار مهرگان طول قریب 30 سال زیاد از بازار زیلانی تا اینجا ما هم اهل اولاد زنبور پرور هستیم، اصلبان هستیم. کاری ما همین. بسیار خوب. امی بازار زیلونی را زیاد شنیدم. کدام جای دیگه بوده؟ کجا بود این بازار؟ این بازار زیلونی بازار شاه منصور بود. بازار همو ایدولی پیش بود. این بازاری بود قشری بوده. بازار زمانوی، همه شرایطاش این در جهان خیلی بازار کم است. تمام شرایط ما داریم. ما راحت ما در بازار زیلونی وقتی بار میکشدیم برو از دوی صندوق ها میموندیم باز شب میکردیم محکم میکردیم میرفتیم همون قدر باره که میبروردیم با همون قدر هم میدرالیم باز شرایط ما هم خوب از همین جاش میمونیم با همین جاش میخیزیم میریم هیچ که چقدر نمیشه هیچ که هیچ کنه میکنه همه فرسان فکر خواهی میرویم بسیار خوب شده. بسیار خوب شده همین که این شرایط بهتر شده اینجا. خب میریم درباره عسل صحبت میکنیم که چه خیلی عسل دارین شما و ایرا آیا خود شما استحصال میکنین زنبورداری دارین یا از جای دیگه میرین؟ دیگه ارتباط بر ما بگین. اگر این عسل اگر خود استفاده نکنی وای از دیگه از گرفتن و فروختن این خیلی دشوار است وای نمیدونی که وای چیه برای باید که خودت زنبور داشته باشی که سرپرو یک عسل برای یا یک چیز دیگه برای بدونی که و عسل چی دواگی داره چی چیزی داره و از خود نداشته باشی و مشکلی بعد ما هم اهل اولادان زنبور پروردیم تیری چند سالا 30 سالا 40 سالا هم از تقایم برادران خودمون من خودم چند طویل داره و غرب زنبور میمونم اصلا با آدمایی که نگهبین میکنن مردا نگهبین میکنن و زنبوری باید همه چی میکنن اصلش با خودم برمیگردانم و من خودم در بازار با سودا میکنم این اصلا 80% از خود میمند داره چون اگه خود نباشه به خینه بسیار خوب. بسیار خوب. من یک مطلع شنیده بودم. مطلع خب میفهمیم شما مطلع میگن. مطلع شنیده بودم که در خارج ها میگفتن یگانه راهی که عسل اصلی را بشناسی باید خود عسل شناس را بشناسی. اما از حرفای شما معلوم میشه که او هم کفایت نمیکنه باید خودت زنبوردار باشی که بفهمی عسل اصلی است. اولادان یگان جای چیزی عسل بسم الله خودمون بسیار خوب. میشه یگان برای باوری خودتون شما باید که اصلا فرق کنه اصلا از ما اصلا خوبه میشنم شما را با اصلا با کمتر باشن شما فرقش بسیار خوب. بسیار آزمایش خوب است. میبینیم دوستا که آزمایش از شما سر خدایا رحم کنه. خداوند رحم کنه خیر پیش بره. ببینید این اصلا طویل داره است این اصل طویل داره اگر تو هم ببری این میکنه خب میرود همینطور. بله وقتی برای کنده باشه چی باشه باید کنده برای کنده میره بعد اینا از مزهاشون از بایشان سفر میکنن ببینید که نیست طویل داره 140 با طویل داره است 130 سوم با طویل داره است 80 سوم یا از قوادناکی اصل از دواگی اصل از دیاستاز میگن از هوای فرق کرده بعد از گل گیاهاش هم از همه چی فرق ببینید اینو اصلی زرد اصل دی چکل اصل همین اصل با اصل از گل سیاه‌دانه گل سیاه‌دانه اما این اصلای چند ساله وقتی اصل چند سال استفاده نگیرید هیچ وقت ویران نمیشه باید دواش شدن میده برای همین اصل همین قدر بیش همیه 100 ساله ها رو هم بیزه اصل ویران نمیشه بسیار خوب. این هود من همین از شما سر میکنیم از ما سر میکنیم بیا گوش سونه رو اصلا شروع میکنیم گوهر شده میره خب شده به خدا خیر پیش بره شما نره یا ما میگیم که زوف نکنیم و گیج نشیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
با بین زبانتون در کمتر نگاه کنید باید خودش از بوش از طعمش از ویاش فرق میکنه جون گیاه‌ها وقتی که اصل بیزی بخورین یا اصل دیگر بخورین میخورین که شیرینه خلاص اصلی که دورکی خورده وای فرق میده طعمش بوش همون علفو همون چیزا رو باشه میتیه اگر اصلی که خوب که نبود و میبینید فقط شیرینه خلاص بسیار خوب. این مزه این کول گیاه و این خیلی را نمیتونه ببینید تاجیکستان ما هم تاجیکستانی بیشتاس ها باور کنم خرسند ما فخر میکنم که من خیلی تاجیکستانی خوشرو دارم بعد ایخ جنابی عالی خوب داریم امام علی رحمان که ببین در طول سری مادرها در طول سری زنای تاجیکستان رنگ یک پدر استوا ایستادگی هم باور که ستم هم در طول سری ما هم ویدیوی میرم من خیلی فخر میکنم که همه قدر جنابی خوب داریم که کم مهربانه برای مادرها برای زنا یکم جورا موندگی هم باور میکنیم این قدر ما را در طولای بلند برآوردگی جنابی ما اگر ما بنالیم خور میشیم این خیلی من خیال میکنم هم خیلی پرزیدنت هم خیلی جناب در یگان دنیا خیلی پرزیدنت مهربان نیست شما باید که باش زیادتر بفهمید باید که درباره زن مادر اولین درجه موندگی ما ما فخر میکنیم فقط از خداوند طلب میکنیم که خداوند میره چه ساز کنه و در طول سر ما نگهبان شه آمین عمری همه ما را در همین آدم میتیه که باقی‌مانده را این آدم نگاه کنه این مهنتی که خدمتی که در خلقش کرده در تاریخ تاجیکستان همینقدر دیگر پرزیدنت ها دیگر بکن نیست بی چی بدیم و چی شدیم و به کدام قلعه رسیدیم که باور کنید برای همین کی میگفت که ما دور کمتر پیشتر کمی مونده که زن برای در بازار بشینه یا زن خواهی قدر بیزنس کنه تمام جهان بگرده یا خواست مرا میگفتن این بولن نه از ببین چقدر زنهای تاجیک چقدر آزاد هستن چقدر پیشروی میکنن چقدر چیز خوب میکنن من که از اون چیزی زنها هم فخر میکنم هزار جا اولادا میگن که بیا گرجدنین امریکا یا گرجدنین روسیه من نمیخوام من میخوام فقط گرجدنین تاجیکستان خود باشه برای چی من دوست میدارم تاجیکستان خود من گونج کمبود نداریم ما همه زنای تاجیکستان همه فخر میکنن الان که از سرچه بخو باز میکنم داستان دیگه جای رفت اصلا نشدن کنیم وقت السلام و خیرت باش که رحمت باش که دوستا یه رو بچشیم مزهش مرتر اگر فرقش گویم این مزهش یک ذره قوی‌تر بله مزاج دیده برای چی این دوی خال و کافتی داره این یک برای میگه علامتش علامتش با بالاتره ببینید که همین با همین در یک چیزم دیاستازو اینو یکن که ببینید که مزاجشون فرق میکنه فرقی کلام میکنه حالا ببینید این استابیل‌تر است این غرم است ببین دیدین دیم دادگیم غرم بود در کمروی غرم خب دومش غرم بود بله من خودم از اون درای کمروی غرم کدام دره درای کمروی غرم کمروی غرم بله اینا اونجا هم خیلی جویا که اینجا بود هوای تازه واه 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 دره به دره غرم هم ببره غرم ببره اینجا که بریم نمیخواین دیگه اومده برنامه داریم انشالله میریم غرم انشالله یک بار غرم بریم ماهی رو به دست اختال میخطیم گل ماهی میخورین که اوه هوای تازه ما حاضر که چند با معذرت پیشوری حرفش ما را گرفتم چند شهرهای تاجیکستان را دیدیم امی حاضر برای ما رفتن از اینجا مشکل است غرم که بریم دیگه باز بیخی مشکل میشه ما دیگه نمیمونن از اینجا رحمت تشکر برایش که با مردم غرب چقدر مهمان نواز است مهمان دوست دارن ما همه تاجیکا همین هر جایی که میریم مهمان نواز هستن همین جنابی ما ببینیم ما از هم بریم نکی تمام دنیا را با مهمان نوازیش دنیا را ترکندگی دنیا را لرزاندگی باور کنید همین قرار مهمونه روی دنیا میگه آه جناب عالی شما قطعی مهمان نوازیش ما میگم ما طرفداری همین کس خیلی کمون کس میکنه ما را هم که مهمان نوازه با همین خاطر ما شما را دوست میدونیم با شما هموطنی ما هستیم میخوایم همیشه صلح باشه رفت آمد ما نقض باشه رنگ پیشنه چقدر که چی باشه هم خلاص میشه ما هم مسلمانیم ما تاجیکی 80% افغانستان تاجیکه اما این اکی با میریم
با یک اصلی داره ببین این اصلی 10 ساله 10 ساله. بله این اصل چند سال ایستادن گیره اصلا او خوبتر شیدن میگیرن. خب بعد این برای ملایم شیدن با قشق چوبی قطعی اینو سختن اصلا قشق چوبی قطعی میزنیم ملایم‌تر میشه برای خوردنش راحت‌تر میشه. یعنی دوباره ملایم شده میتونه؟ نه این میشه که با توی گرمی مونی با اصل همه خیلی میشه همه اصلا بعد 6 ماه همه خیلی میشه با توی گرمی میمونیش با اصلی همه خیلی میشه. ببینید اصلا هیچ وقت ویران نمیشه. هیچ وقت ویران نمیشه. این مزه هاشون هم ببینید که ولی ایره خودین با ایشم فرق میکنه. ایشم به چشم. ولی من شما را اصل سیر میکنم. از اصل والا واقعا از شروع بازار ما سیر شدیم همه چیز از میوگی و از همه چیز دوستا لطف میکنم. مثل خود گفتیم ما بفره نشیم ولی خیلی اصل میخوریم. این اصل آرام کننده. اصل عصب دین تمامی درد توابت نشونده توابت کننده. این اصل در قرآن اومده که تمامی درد دواست. بله واقعا همینطوره. اصل تازه در یگان درد وای نیست همش از شفاست. شفاست واقعا. و دیگه ما میبینیم اینجا شما بعضی میوه خشک هم انداختین در شیشه ها یا مرتبان ما برش میگین. شما چی میگین؟ ایوم عسل داره امرش؟ بله اینو مغز چاز مثلا مغزی چهارمغز مویز بادام پیستا همه اینو تو گردای گل یک جای کردگیان با اصل اینو همه محصولات های تاجیکستان هم یگان خارج نیستن. اینو همه محصولات تاجیکستان هم. اینو وقتی که با اصل یک جای میمونی این همو گفتی چی برای خودش با خودش حل میکنه. این دوا است برای امنیته برای گرده برای تمامی اثر همه چیده اینو دواست. اینو یک قشقچه سر میکنن یک قشقچه بده تمام که کلمه میکنین میره. بسیار خوب. و نرخ چند است اگر نرخ بگیم بهترین اصل چند است؟ اینا نرخ فرق کلان میکنن برای چی که اینجا اصل است. اصلی وقتی که دواگیش کمتر باشه و بایش کمتر باشه این همون اصلا اینا اصلای خوجندن. خوجند؟ بله این اصلی خوجندن یا 50 سامان 40 سامان یا همون دیاستاز میرورن 1 2 3 و هم که دیاستاز قواد نوکی میگیرن. برای همین ما همون نرخش همون 40 سامان زیاد نمیفروشیم. برای اینا بسیار رستوران ها برای سیر نیکی یا گم برای تورت برای دیگه چیز بسیار استفاده. برای دوا همون اصلی طبیعی داره و غیر فیستان همشون همون نفسترن. خب اگر اصل طویل داره را بپرسیم چند است؟ یک کیلوش یا یک شیشه یا یک همین اصلی طویل داره را ببینید که نگاه کنید یا عمق قوت نوکیش چیزاش فرق میکنن. این اینجا اصلی طویل داره است 80 سامان 60 سامان باشه. اینا هم اصلی طویل داره هستن 130 سامان 100 سامان تا 90 سامان میتین. اینا اصلای با بهاری 18 19 زیاد دیاستازشون با بقوت اینش طویل داره است اینش غرب. اینا 160 130 اینم خیلی بالا با وای کردنش که تو 100 تا چند سال دوزده شد. اینا همون گلگی ها همون چیزا فرق میکنه. اینه که دواگی ها با زیادتره. خال. الان اونجا من شما را اصلی گل سیادانه نشون دادم. گل سیادانه؟ بله. این میگوین که گل سیادانه لیکن همون زنبور همون یک گل سیادانه را حال می نمیشینه. باز از گل سیادانه یکون 30-40% بیره اونجا بود دیگه نمود گلی یوغانه چه که دیگه نه ویم با خود یک جا کده میاره و نغزه میاره نه که همون اصل همه سیاه میشه. رنگش سیاه میشه. بله اصل همون رنگش معنی که سیاه میشه. وقتی یو وای بگم یوغان هم دورن همون وای هم دورن منه این همون اصلش سیاه میشه. سیاه رنگش سیاه. بله اینا سیاه میشه. اینا اصلی بعد اینا میگوین اصلی گلیتی سیادانه. نه که دیاستازه که خوابنوکی که اصلی طویل داره و غرم داره با همین اصل نداره. این مثلا 9 10 11 دیاستاز داره و 18 تا 20 تا 20 چند تا 30 دیاستاز میره. همین دیاستاز لطفا اگر بگی به تاجیکی چی میشه؟ این یعنی که قوتنوکی اصل چند که از همون قوتنوکی بلند شدن آها یک واحد از استفاده میشه. بلند شدن میگیرن. چند قدر اصل خوب باشه دواگیش و ایش زودتر باشه همون قدر همون دیاستاز بتونه. آها کیفیت بلند است صفتش بلند. بسیار خوب. ولی نه شما این خوده نرمال از اصل سیر ساختی اپا جان. وقتی که اینا میخریم میگن که از این باید خودم فرق شه. ببینید چی
بعد اینا میخرین آج خودتون ببینین که چی میخری آه، میگه که $30 خوب نیست خیر باشه یا خیر. برو. آه. هر یک تا همین اصل با خودش دوای خودش داره و خودش داره بود مزه خودش داره ببین مزه هم فرق میکنه واقعا. فرقی کلان داره و این اگر من انتخاب کنم واقعا از همین اصلایی که خود برای من پیشنهاد کردی، اما غرم و سیادانه مرا زیاد مقبول شد. کلش مزه‌دار بود، غرم و بازی سیادانه. نگاه کنیم من شما رو او طرف آوردم ولی با یک نمود دیگه اصل میتیم تو خو یک شما نخیر. یک نمود دیگه اصل باید دیاستاز گفتم باید دیاستاز 18 و چند این 28 بالا دیاستاز بلندترینش هست. ولی که شما بخورین که چی فرقی بعد ایو میتیم میبینیم. تا رحمت. این بلندترین کیفیت هم دیاستاز یا غلظت بگوییم ممکن داشته باشه داره که جان میگه. مزه شده فرقش زیاد برای من مشکل است تشریح کردن فرقش، اما حس میشه هیچ کلانشه بسیار فرق داره. ولی میگه که این قدر اصلی خوب شما را چشانده من همین دبوره همین اصل جان گفتم ارزان تر است حالا برای همین شما را من این را می چشانم که تو بینه شما چی وای میفهمین امتحان میکنیم همین فرق میکنه یا نمیکنه شما در خوب میایه یا نمیره باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا نه فرقش زیاد فرق میکنه. اگر این رنگ روی را ببینین هیچ فرق نمیکنه با اون اصلا نکنی یا مزهش و دواگیش و همش فرق میکنه هم مزهش کم همینطور حس میشه بیشتر که شکر بگوی باشه مثل شکر، اما او بهترین. همون دیاستاز که نداشته باشه دیاستازش کمه همون میشه. بسیار خوب والا بسیار جالب. و او بلندترین دیاستاز یا همون صفته که داره. نرخ از او چند است؟ نرخی رای 260 220 تومان کیلوش؟ بله اینا 160 130 120 تومان اما اینوش خیلی همه جو چند میشه 80 و چند میشه 40 تومان 40 تومان. بسیار خوب. تشکر زیاد. تشکر فراوان از 100 فایده استراکش مو تشکر از شما از معرفی هم اصل واقعیت که بسیار جالب بود برای من. ما میگردیم اما میگردم از همون اصل مرا معقول شد میگیریم. نه مایل شما برای شما یک چیزی دیگر بدیم با تاجیکستان یک چیزی زور داره. خب یک چیزی داره که چای زور داره. چای زور؟ بله 18 نمود 14 نمود علفای تاجیکستان این برای چای برای سنگ گرده و تلخه و تمامی چی تا کسلای قند همه چی دوا است. این 14 15 نمود علفی تاجیکستان کاکوتوی جمیله گوفال مرغلان همین یک جای کدگین این چایی که از الکوی تاجیکستان است. این همه قدر دوایی که خودم حیرت می‌بینید. حالی شما بخورین در بوش در وایش می‌بینید. حالا ما هر خیل خورده رفتیم که یک وقت ضعف نکنیم. من قدر اثر دادم که نبردارم این پایان میدم. پایان ندارم. خیر باشه. اینجا هم باید یک گلاس چای بخوریم. هر جا میریم چای دعوت میشیم دوستا. انا که چایا با چای فرق کلام. رحمت به یک. حالی ایرا بوش ببینین چطور میرم. خوشبویشان فرق میکنه. این دوادش یکونجا همین چرا شما 40 روز استفاده بره در ارگانیسم شما سنگ تلخه سنگ گرده یگون چی نمونه کسلی قند ایره استفاده بره هیچ وقت قندش بلا نشه دوادش این کوفه از نوع جنوبی ولی از نوع تشکر فراوان خب تشکر هر وقتی میخوایم دیم همه دروازه ما برای شما شده. تشکر بسیار خوشحال شدیم از معرفی با شما. دوستای عزیز در بازار داخل شدیم تقریبا بیشتر از 1 ساعت شد تا حدی که ما نمیتونیم کار خود پیش ببریم. واقعا هر جا میریم میمون نوازی میکنن مثل که با چای و عسل و توفه یک پاکت یا بگیم یک خلطه کلان از ما توفه شده. خودت چه فکر میکنی اسرائیل جان؟ یکان وقتی که بازار اومدی وقتی که خودت هم میای تو توفه برات میته نمیدونم. راستی ولی اومده هستیم یا مهمان دوستان و مهمان دوستیم درمون ولی با ما هم توفه میدیم اما
از این روز فهمیدیم که به شما بسیارتر دادن. خارجی مهمان که هستن از افغانستان آمده، از خارجی آمدن به شما بسیارتر مهمان نوازی کردن. واقعا و من مخلوط. سلام علیکم اپا، خوب هستین؟ علیکم السلام، خوب هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین شما. علیکم السلام، تشکر، خوش باشین. ابتدا میشه خود شناس کنین بر ما. من ولی و دلافروز میرزا کریمونا همینجا صاحب کار هستم. بسیار خوب. دلافروز چی یک نام زیبا. رحمت مثل خودت نامت هم زیبا. رحمت شما. زنده باشین. ما میبینیم که سبزوات و یا هم ترکاری ما برش میگیم از این به فروش میرسونیم. اینا همه در داخل از تاجیکستان، از داخل تاجیکستان یا پرورش میشن. اینا همش داخل تاجیکستان همینجا پرورش میکنیم. خودمون قدرت زیبا زمین داریم، میکاریم همشه، بعد میبیاریم. نوامدگی این ازبکستان میبیاد حاضرش بعد کمتر گرم شد با این سال میبریم. خواهی از ازبکستان حاضر میاد. از ازبکستانی. بسیار خوب. و اینا نامش چی میگن؟ اینا بقلاجان میگویم. بقلاجان. جالب، بقلاجان. و اینا رو چی میگن؟ این ریدیسکا میگویم. ردیسکا به نام روسیش. این به نام روسی اینه که تاجیکی به چی میگوید نمیدونم. فقط ریدیسکا. ردیسکا. ریدیسکا. بسیار خوب، جالب. و اگر نرخ ها معمولا من میپرسم برای من جالب است. نرخ ها چند است؟ ردیسکا طور مثال یا مولی سرخ. این ریدیسکا نرخش 200 مان. بازی کمتر بسیارتر شود. اکنون از زمستان نبر اومدیم 200 مان شده گیه. اگر بازی با من بسیار میشد وقتش آمده است و ارزان تر میشد. 100 مان میشد 50 درهم میشد. 100 مان 50 درهم بسیار ارزان، تقریبا 10 سنت یورو دیگه. حاضر دو است. میشه به اندازه‌اش ببینیم چه اندازه است یک دانش که 2 سامان یک میتونه. دانش من این 20 سنت. چرا ارزان است؟ چیزایی که داخل تاجیکستان استحصال میشه یا تولید میشه ارزان است معمولا. بسیار خوب. و دیگر یگان چیز دیگه که بسیار جالب باشه و یا چیز کمیاب باشه، نایاب باشه، چی از تاجیکستان برای ما نشان بدید؟ کمیاب اکنون تاجیکستان به هیچی نیست. هست فقط زمستان به بسیارش نمیشود. زمستان به اینو همین قره میتونیم خریده. دیگه اینو کمیاب میشود زمستان به بعد اینو ما نمیتونیم خریده. خوی این بلغاری بلغارسکی ها؟ بلغارسکی. ما مرچ باشه یک جای دیگه دلمه گفته بودم، دومله گفته بودم، دوستا بسیار کامنت داده بودن. مرچ دومله میگه، دومله. مرچ دومله بسیار خوب. این بلغارسکی این مودا نمیشود. این زرد نمیتونیم خریده. تنها رنگ زردش نمیتونی؟ نه نمیتونی. دیگه رنگاش میشه؟ دیگه رنگاش میشه. اینش هم میشه نه که این خیلی فلولا خوشی نمیشه. ای مو دیگه خیلی من خیلی سرخ میشود. اینو ای دیگه جو میبیاریم. میبیاره ما میفروشیم. جالب که رنگ زردش نمیشود، دیگرایش میشود. دیگرایش میشود. رنگی همین زردش نمیشود. اینو اکنون خودشون همین متخصصای کلون پروفسیونالو میتونن. اینا میکنن. بسیار خوب. و غیر از اون میبینیم اینجا لبلبو هست، ترپ و بسیار چیزا دیگه. و ایره چی میگن؟ میخواستم ایره بفهم. ایره این نامش پیاز. چه خیلی پیاز؟ پیازی کبوت. پیاز کبوت میگن. پیاز سبز ما نیش پیاز یا پیاز سبز. پیاز کبوت. بسیار خوب. تشکر زیاد، بسیار خوشحال شدم اپا جان. تشکر از زنده باشید. آماده استید تا بازدید. رحمت. تشکر. بله. خب گردش همینطور ادامه میدیم و آمده اینجا میبینیم بخش نان است. بعد از میوه خشک و میوه تازه اینجا میبینیم نانای بسیار زیبا از دور معلوم میشه. میریم به طرف نان. انواع نان خرد و بزرگ، میده و کلان دیده میشه. خب اینجا میبینیم یک جای است بسیار نانای زیبا هر نوع دیده میشه. و اینجا بسیار دانش چقدر بزرگ است، چقدر کلان است. جالب. و اینجا هم انواع از کلانترین شروع تا به میده ترین یا کوچکترینش اینجا دیده میشه. میریم همراه خواهر هم صحبت بشیم و درباره از این نانا از پیششان میپرسیم. سلام علیکم خواهر جان، خوب هستین؟ ستان خوب؟
تشکر. یک ذره لطف کرده بلندتر اگر صحبت کنین که مایک ما گرفته بتونه خوب میشه. نام شما ابتدا؟ گلرو خانم، بسیار نام زیبا، مثل خودت زیبا. میبینم انواع نان است، میده و کلان هر خیل. درباره از یا برای ما اگر معلوماتی نمو بزرگترین نانایی که میبینیم چه خیل هستن؟ با مزه برای طرف کلین بردن، برای مهمونا. خب از طرف کلین یا همون سنو ما برش میگیم برای میمونا برده میشه. وش پیرامیده برای نوروزی. پیرامیدش است برای نوروز و یا به عروسی. خب کلین یا سنو به میمانا در کی میبره؟ چه زمانی را میبره؟ همو عروس بردن ده، قپاش همی را میبرن. خب این امروی عروس برده میشه. امروی عروس برده میشه. باز همه شما میبینیم اینجا دارین اینطور فروشات دارن، همیش عروسی میباشه که میخرن. این را روز پنجشنبه میاریم تا یک شنبه را برای همه عروسی میبرن. خب از پنجشنبه تا یک شنبه که معمولا عروسی ها روزه شنبه و یک شنبه و جمعه میشه، به اون دلیل از پنجشنبه شما میارین، امروز یک شنبه است البته، به اون دلیل دارین. و غیر از او دیگه اینجا من میبینم این نان سیاست، نانای میده، درباره اینا معلومات بدین. چه خیلی نان؟ نونی و گندمی برای شکراب. خب این نانای گندمی است برای شکراب. و اینی چی هست؟ اینی را برای من جالبه. فطیر چی؟ قط. چرا نامی قط است؟ چرا ایره خوی به قروتاب خورده میشه و ایره قط میگن. جالب. اگر از نرخ بپرسیم از قیمتش، امو بزرگترین کلانترین چند است؟ 60 سامان. 30 سامان و وایش 60. امو که سیادانه و بعضی چیزای دیگه داره 60 سامان. تقریبا $6 میشه و از 30 سامان $3. خب دوستا بخش نانم گشتیم، تقریبا همه ای بازار شد، از میوه خشک تا تازه تا به نان و عسل همه یارا گشتیم و دیدیم. میریم به طرف منزل دوم ای بازار که در منزل دوم چی چیزا دارن. دوستا در منزل دومش اکثر میبینیم لباس است و وسایل موبایل و عطریات، همین چیزا دیده میشه. یک دوری را هم میزنیم و بعدا باز میریم میگردیم پایین. و به همین ترتیب با گشت و گذار در طبقات مختلف بازار میرگان، ولاگ امروز ما هم به پایان میرسه. از دیدن رنگ ها، صمیمیت فروشنده ها و فرهنگ زیبای مردم تاجیکستان لذت بردم و خوشحال هستم که این تجربه را با شما عزیزان هم شریک ساختم. تشکری میکنم که تا آخری ویدیو مرا همراه بودید. فراموش نکنید ویدیو را لایک کنید، نظریات خود را هم بنویسید و برای قسمت‌های بعدی با ما همراه باشید. تا دیدار بعدی، خدا حافظ.